جشنی موسمی ملی قدیمی مردم فارسی زبان و تاجیک است. روا بودن و ناروا بودن نوروز فتوا میده. تو مفتی جور میشی. تجلیل و بزرگداشت نوروز حرام است. تعظیم نوروز حرام است. که روز تو ارزش میدی، اهمیت میدی. چرا روز خوشی زردشتی است، مجوسی است. ما مسلمان با عیدای خود افتخار داریم. جشنی موسمی ملی قدیمی مردم فارسی زبان و تاجیک است که قبل از اسلام این جشن را همچون احیای زنده شوی موجودات و گرم شوی فصل جشن می گرفتند و همزمان برابر شوی شب و روز. پس مادامی که چنین هست و این به عبادت‌های یگان خللی وارد نمی‌کند و به عقیده اسلامی هیچ گونه ضدیتی ندارد، پس به همین خاطر این را اکثریت اهل علم و خود در گذشته خود در زمان معاصر این را قبول کردن و همچون یک جشنی ملی فرهنگی قدیمه قبول. امروز بغیر از دشمنی سنت رسول الله بدبختای ملحدین دور از شرافت مجلس و مردمای متدین، کسایی که دین یاد نداره میره در گرد میز گرد میشینه که حتی کلمه طیبه را تشریح کرده نمیتونه. روا بودن و ناروا بودن نوروز فتوا میده. در کدام مدرسه خواندی؟ کدام کتاب تو ترجمه و تفسیر کردی؟ فقط چند روز برفتنی پانزه شرعیات سمبولیک شهادت نامه گرفتی؟ این دین است. دین برای خود فهم کار داره، دین برای خود مطالعه کار داره. هر کس به مسندی فتواوی و میزی فتوا ششته نمیتونه. که هر آدمی لوبالی بخیزه مسائل دین ربط بده به عنعنات. تو اسلام دشک است که تو پشت عنعنه میگردی. در جمعه گذشته گفتم که 3 نفر مبغوث‌ترین اشخاص به نزد الله است و مبتغین فی الاسلام امر الجاهلیه. امور جاهلیت در اسلام طلب داری، مردم باز به او دعوت میدی. کدام مسلمان؟ تو مفتی جور میشی؟ عجیب نیسته؟ کدام عالمی برجسته؟ کسایی که واقعا فتوا بده وجود نداره. ما ببینم یک نفره که هر مسئلهش زمان فتوا میده آیت و حدیث تیر کنه دلیل و سند. این فتوا میگه. بله فتوا است یا جوز لا یجوز. کتاب فقه را کشیده آدمی که 4 روز فقط خط فارسی را یاد داره از او فتوا داده میتونه. در جمعه پیشینگه براتون نگفتم که فتوا چقدر باریکات داره؟ نوروز حرام است. گفتم نه، غلط میگی، خطا میکنی. نوروز حرام نیست. تجلیل و بزرگداشت نوروز حرام است. تعظیم نوروز حرام است. که روز تو ارزش میدی، اهمیت میدی. چرا روز خوشی زردشتی است، مجوسی است. ما مسلمان با عیدای خود افتخار داریم، با روزهای خود افتخار داریم. ما نیاز و محتاج به روزای و کسایی که آتش پرستش میکنه به روزای خوشحالی از ما نیاز نداریم. افسوس که ملاهای امروز ملا نیست. افسوس که ملا امروز ملا نیست. اگر ملا باشه به الله قسم اگر جنازه بخوانم که ملا باشه جنازه تا بخوانم. تو چی رو تشویق کرده؟ در کدام طرف میلان داری؟ یک روز از اسلام و عزت اسلام و شهامت اسلام گپ نزدی که اسلام دین واقعا دین عفت است، دین عزت است، دین امن است. در دنیا امن قایم میکنه. حکومت سلطنه به یک الله ثابت میکنه، به مخلوق ثابت نمیکنه. با اوباما و پوتین ثابت نمیکنه، با انگلیس و فرانسه ثابت نمیکنه. اسلام نظام سلطنه به الله ثابت میکنه. کلگی زیر قانون الله یک مساوی و برابر قرار میده. اگر پاچاست، اگر یک چوپانکی که دستری کو هست. اسلام هم میشناسی یا نه؟
حیثیت و عزتمندی اسلام میشناسی یا نه؟ اسلام کدام است؟ یک مسلمان میراثی پیدا شدیم، امروز 3 لوار کوچه روان است، میریم که اونجا راحت زندگی کنیم. کدام راحت؟ تو را به الله قسم ناموست به امن است، خودت به امن است، عزت و ابرویت به امن است. امیر برای من جواب بده، بعد از او فتوا طلب بکن.